سلام علیکم دوستان عزیز، روز همه شما بخیر شادی باشد. سحر که من بیر برآمدم بینیم طرفای ما چخل روزه برفک میگن شدرنگ میگن میخوای بریده گیریم افتابم ناو برآمد. نبینید دوستان عزیز برفک از او را بینیم که اویم یخ کرده باشه. طرفای ما در ماه اکتبر هر سال همین 16-17 ماه اکتبر برف میبارید. این سال نمیدانم خیر شو داریم حالا خوی بود. امروز سحر کتی اومدم بیرون نبرویم علافیم یخ کردگی چی میخورن علف تی اومدم شون این ببینید آنهای او ببینید چه خیلی یخ کرده خیلی یخ کرده اویم ای او ببینید چه خیلی جزیر بود کردن مرغوی ها. اینم ملاکای مغازی اما آخر شانده وای میتیم علف میتیم شون میستم بیرون چطور میبرینم خیلی خنگی علف را بینید یخ کردگی چی میخورنده بیرون. اینه گوشت دراز کلامش ده بغزال چای می برای من نمیتونم پیش یادم اومده میگیرم. مرغا دم از دان میتم او میتم شنا همه مرغابی و جه علفوی هم قاق شده است. مرغابی را کشتن ماندار کرای یک 5 تا همگی همه چوجای همی ساله هازی بچه دخترشان معلوم شدگی نیسته. همون را گفتیستم یه بچه و یه دختر مانم دیگه هاشا بکشیم برای که به حد بسیار دان میخورن. علف که سوز بود فقط علف سوز میخوردن وزی باشه به حد بسیار دان میخورن. وزی یه محشید دلیم چه گندم گشته بودیم کمی کم مونده برای همی بکشیم شما و خوبه خراب نشیده. خیلی دوستان عزیز هدا کرده یورا یک طرفه میکنم. نینی چای ما بی حنیفه ای ساعتایی بگیم که 4:30-5 بیدار میشه. خیلی دوستان عزیز به حد بره خنکه ای وقتا مرغم بگیم چوجه برارش هم ممکن نیسته که میخل و چوجهاش یک تا میمبرن خودش وای میشه. ما یک سال میخل یه مرغ خورفته بود چوجهاش هم خیلی خنه خورده چوجهاش خونه بردن اون مرغ خودش هم کت کت کرده میگشت اخیر در مرده. ببینید چه دانه بسیار میخورن. بگیم که امی هر سهر قریب 1 کیلوی دان میتون با بگه محکم کردنشون در دان میتون افتی دانن مرغا بیاد. این چجایی همو کیه بی حنیفه مایده چه بودن نشان داده بودن. اینه یکتش اینه زردگ یکتشه کلام شده. اینه چه های مایده 6 تا داشتم یکتش گم شده دینه این 5 جمعاتش مونه دوتش دیجه دان خورده 3 تا دیگهش دیجه شو اوچشون بیرونده گفتم کدام روز رو به های یگان چای میبرشون نمیدروه هیچه.
بزا در آبرم گفتم علفشان دادم آوا یخ کردگی نمیدونم میشلنگ و سرتیم کو نمیشه پاونی یخ کردگی ایقا آب ستیده بود خیلی مرغابی بسیار آب میخوان ای بزا جزیر کردگی نمیشه یخ کردگی خیلی روز بروی ساعت 8 نهار شب و میام آبشو میبرم. دوستان عزیز این ویدیو 2 هفته پیش بود راستی در دوامای ولاگا میمونم میگم با ایاد میبرویه دورو دراز میشه ویدیو گفته همین خیلی میمونه راستی همین روز خواستم که در همین دوامی ولاگام بمونم نپامید بیسته گهواره بندان گفته هر جا که مرکه میرفتیم با این جمع گهواره بندان اومدگی این هم خیلی دوستان عزیز شکرانه همی شناسا شکرانه خشته برا که هم خیلی دعوت میکنن میریم میاین راستیش 2 سال اخیره که ما هم خیلی مرکه دا میریم همی در مسکو هم باشیم اید گردک میکنیم این هم خیلی شوهرم که بیکارم نبودن گفتن خیلی 1 ساعت شینیم میخیزیم نکی ما چخ چخ کرده شدیم 1.5 ساعت با اومدیم. دوستان عزیز در جمع خوام ایگلی الله سپری تیار کنم برای موی سری دختران اینمی خیلی گلی الله را وای کردم دلم نشد کلانشا گیرم و همی برگوشا گرفتم با یک تا خیلی بچه شا کنده گرفتم اینمی قشا گرفتم خیلی 1 بار تیار کنیم سپری برای موی سر کچ خیلی میشه موی سر در گونگر فایده میکنه نمیکنه خیلی با نصیب باشه در آینده با تیار میکنه. مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لله اینم خیلی ریزه کرده انداختم مزگوشم نایدم میشه با بلندرم خیلی زده میشه اینم چه خیلی دوزی در جمع تیار کردم استکان این خیلی 2 کاره میمونه اینمی قشی دوستان عزیز این خیلی میپولی میشه درانم میاندازم وای ندارم برای سپری و برای دیگر چه بوتلکه خالی ندارم همیده میاندازم این اداب نهای برای همی موی سرد زدن ای دخترم هسته سپری داره و شده می چکاری کردن خیلی راستکی میزنه این خشوایده خیلی هر طرفه میزنه اینم قشید خیلی با که تمام شد فایده که کرد با تیار میکنه. دوستان عزیز هزار رحمت کلام برای دستگیریاتون برای سخنهای نیکتون از همه شما میندار هستم کسانی که در کانال ما ابونه نیستین ابونه شوین لایک و کامنتری را فراموش نکنین مینداری خدمت به هر یک شما بیان میکنم که در کامنتری ها بسیار سخنهای نیک می نویسین تا ویدیو آینده در پناه الله مهربان باشین. خیلی دوستان عزیز